برای بچه حالا اولتون بهش درچی موتور سوارم. قسمت انبار پشتی موتوری که هنوز نرفتن داخل خود فروشگاه باختن که حالا جا کمه و اینا. دستم مثلا اکثرشون یه تعدادشون هم نو هست. این فسخه هم بهتون نشون بدم بین این همه موتور حالا سنگین. این فسخه هم ببینید یه ذره است. کلی هم یاماها داریم این چند وقته. 125 تازه تعمیر KTM کمی چیز عوض کردم. از چی میگن بوربرینگ‌های میلنگ بگیر تا دونه دونه کاسه نمادا و واشرا و رینگ و پیستون و هر چی شم هم هر چی که مصرفی بود عوض شد. که تو تعمیری موتور خیلی مهمه که قبلا اصلا بهش توجه نکردن این بود که این موتور موتورد هستش، یعنی که یک کراس هست با راهنما و چراغ یک موتور اندورو، ولی لاستیکاش لاستیکای خیابونی هستش مثل موتورهای خیابونی. برای همین من الان واشر زیر سیلندرش رو خیلی کلوف گرفتم با که بتونم کمپرس یه ذره کمتر کنم، موتور کمتر داغ کنه. قبلی‌ها که تعمیر می‌کردن همیشه تو ترافیک جوش می‌آورد، گفتن اینکه خب درجا کار می‌کنه. موتور مثل طبیعت و پیست که نیست که همش هوا بهش بخوره، اونجا هوا یه ذره خنک‌تر هم از توی خیابون هوا گرم‌تر هستش و بیشتر هم درجا کار می‌کنه. برای همین بعد زیرش یه ذره توپل‌تر بگیری کمتر داغ کنه. این موتورم دیروز تکمیل شد دیگه نشد ازش ویدیو بگیرم وقتی که سر ما خیلی شده بود. ببینید که کار ریخته دیگه. اینا که چرخاش که گفته بودم موتورده. بریم ازش یه تست بگیریم. ولی که سردم هست ساساش هم سر نرم بگیرم اون پشته. سویچ نداره، خاموش شد. اگزوش نشتی داره. نه چجوری خاموشش میکنم. این سیلند یک KTM هستش 300 cc. میبینید که خب باختر تایم چیز اومده، تایم سرویس اومده که خب برای پیستون سیلندرشو عوض کنه. بنده خدا مسابقه میده و کلشو عوض میکنه. یه چیزی که خیلی مهمه توی همون کالیبر کردن دریچه گاز خیلی اهمیت داره. ببینید توی موتور اصلا نگاه کنید یک ذره کثیفی نیستش، یک ذره با هم 10 ساعت کار کرده. دلیل اصلیش اینه که وقتی که دریچه گازو کالیبر میکنید همیشه میدونه که دریچه گاز کجا هستش و برای همین هم که سروو دریچه اگزوز با دریچه گاز همیشه دقیق کار میکنه و این باعث میشه که مثلا بهترین شتاب و بهترین کارکرد و بهترین مصرف سوخت رو توی موتور داشته باشید. و اگه دریچه گاز کالیبر نباشه دیگه نمیدونه که مثلا دریچه گاز کجاست و دریچه اگزوز هم موقعیتش مشخص نیستش و همینجوری برای خودش باز میکنه. و همینطور کالیبر کردن دریچه اگزوز خیلی مهمه که موقعی که گاز میدید بدونه که چه موقع باید دریچه رو باز و بسته کنه. واقعا اگه ابزارش نباشه خیلی سخته. اینا دریچه‌های بغل هستن که ببینید حالا با یک اهرم از طریق سرو باز و بسته میشه. این تو هستن. یکم این سمت هستش. خود سرو هستش که اگه ابزارش ندارید یا همون دستگاه دیاگ ندارید که بهتر اصلا به کالیبرش دست نزنید. خب این زمینه رو نچرخونید و همون جای قبلی که باز کردید بذارید اون بهترین حالتشه. اگر هم که ندارید خب کالیبرش کنید هر سری. اینجا یه تنظیم داره که برای موقع بسته شدن دریچه است که اصلا به نظرم دست نزنید مگه میخوره تو قسمت کف و صدای اضافه تولید میکنه. همون باید قبل اینکه بخوره به سیلندر باید اینجا بسته باشه. این هم که دریچه اصلی هستش. خب میبینید که تا حالت 50%شه. حالا موقعی که سرو وارد عمل بشه اینجا حالت 100%ش، اینجا دوباره 0%، دوباره اینجا 50%ش اینجاست و این هم رو حالت 100%ش. این هم که دریچه میاد با چسب بسته میشه روی کار. چیزی که خیلی تو KTM مهمه کراسا دو زمانه اینه که
x دیستانس یا همون فاصله x رو به دست بیاریم. به دست آوردن فاصله x اینجوریه که شما یه سیلندر پیستون رو وقتی که عوض می‌کنی یا حتی موقعی که بازش می‌کنی به هر صورت واشرش رو می‌خوای عوض کنی، حتی واشر قبلی مثلا یه ذره خیس شده باشه، پاره شده باشه، باید x رو به دست بیاری. به دست آوردن x اینجوریه که شما واشر رو می‌ذاری روی موتور اینجوری. این واشر 80 میلیمتریه و من واشرهای دیگه هم دارم که مثلا ببینید اینجا حالا 80 میلیمتریه، 70 میلیمتریه، 50 میلیمتریه، 40 میلیمتری، 30 میلیمتری، 25 و 20 میلیمتری. خب موقعی که اینو میبندی پیچای بغلش و موقعی که واشر پرس میشه این ابزار میذاری روش و با یه این تیغای شیمگیری زیرش میذاری و فاصله باید 0.05 یا 0.10 باشه. خب این برای 300 هاست. برای 250 باید 0.0 باشه یا اینکه باید 0.10 دیگه نهایتش زیادش باشه. واشری که می‌خواستم 6 میلیمتر بود، برای من 6 میلیمتر تو اون واشر نبود. برای من یه دونه 14 میلیمتر برداشتم، یه دونه 2 میلیمتر که فاصله که میخوام به دست میاد. برای فاصله که میخوام میشه همونی که باید باشه که چی بودش دیگه 5 میلیمتر و 10 میلیمتر بودش که حالا توی موتور من گرفتم. فاصله تقریبا فکر کنم اگه اشتباه نکنم 3 میلیمتر بودش فاصله وقتا 3 میلیمتر بود، باید 2 تا ازش کم کنم دیگه 2 میلیمتر که بشه اون فاصله که میخوام. بالای سرسیلندم عوض شد، هر دو تا اورینگ محفظه احتراقم عوض شد. همون اورینگی که بالای شم میفته خیلی مهمه، اگه عوض نکنید و خراب باشه باعث میشه که از اونور نشتی پیدا کنه. اینم که سر جاش نشسته شو. فقط اینه که در سوپو میبندیم، در سرسیلند رو میبندیم. شرای مسی سرسیلند هم حتما عوض کنید اینا رو که مگر نه احتمال داره نشتی آب و نشتی کمپرس داشته باشه. پیچه دست موتورم که با این تورکمتر ویچ صفر کردیم، 27 نیوتن گفته بود، 27 نیوتن کشیدیم که شمش هم 20 نیوتن بود. شو اتمام کار. حالا باز بره 10 ساعت دیگه دوباره میاد سیلندرش عوض میکنه. نم بهش خودتون از بس میگید از هارلیا بذار بیا. نم چند مدل هارلی، اینم یکی دیگه، اینم یکی دیگه هستن. دیگه چی میخواید دیگه؟ اینم یه یاماها، دیگه چی میخواید؟ CF اصلا کلا دنیای کار ما رو عوض کرد. اینقدر فروشش بالاست که نگو. کلا کارم سرمون 24 ساعت تو CF. صبحتون بخیر. هر سال یه بار میبینم استوری میذارم، اونم یه صبح بخیر میگم میرم. قبلا هم گفته بودم که دیگه CF اومده اما CF اومده کلا دنیای کار ما رو عوض کرد. ما اینقدر سرمون شده وقت هیچی نریم. اینم که CF 1000 که الان داریم ریمپش میکنیم برای اینکه سرعتشو ببریم بالا. چند تا مپ میدن، یه مپ جاده است که 60 تا، یه مپ دیگه هم هست که برای بچه‌هاست 40 تا، یه مپ هم هست که سرعتش آزاده. ما الان اون سرعت آزاده رو می‌خوایم روی این بذاریم. پرسه که چرا دنیای کارتون عوض کرده؟ دلیلش اینه که خب کیفیت جنساش بالاه. یه چیزی میگه از در سطح BRP هستش، ببینید که کیفیت جنساش خیلی خوبه. حالا این همون نمونه خوبشونه که توی اروپا میفروشن دیگه. تو کشورهای دیگه مثل آسیا و آفریقا شاید نمونه‌های دیگه‌شو بفروشن. این خیلی نمونه خوبی هستش، کیفیتش بالاست. کل CF هایی که میاد اینجا کیفیتشون عالی هستش. از اون قیمتشون یک دوم یا یک سوم چیزهای دیگه است، مارکای دیگه هستش. خیلی ارزان تر از هوندا و یاماها و نمیدونم BRP و همه ایناست. از کنم و اینا ارزان تره. و بعدم اینه که 5 سال گارانتی بدون قید و شرط داره. یعنی اصلا نمیپرسه که چقدر روندی، کی رونده، چجوری روندی، فقط گارانتی داره. هر چیش بشه تامین میکنن. اینش خیلی خوبه. حالا اگه بگذاریم از قیمتشون، نمیدونم گارانتیشون، اینجور چیزا، خدمات پس از فروش و کیفیتش، اینا خیلی شیک‌تر هستن از چهارچرخ‌های دیگه. خب چهارچرخ‌های دیگه مارکای دیگه به اینجا هنوز نرسیدن که بخوان اینقدر شیک طراحی کنن. CF یا همون CF خیلی قشنگ طراحی میکنه. به نظر مثلا کمک‌ها رو ببینید شما، فلاپ‌ها رو ببینید، رنگ رو ببینید، خیلی قشنگ طراحی میکنه. حتی کیلومتر رو ببینید، دسته‌ها رو قشنگ میبینید که همه چی با کیفیت طراحی شده، خیلی هم خوشگل و با کلاس.
فقط مثلا فکر فروش نبودم. بعد تمرین نفسم گرفتم. از نظر انجین و گیربکس و گاردن و اینجور چیزا شباهت خیلی زیادی به ماشین داره. میبینید که خیلی گاردن ماردنش سیستم چرخه بشه کت کلفته. موتورش هم که میبینید 1200 خورجینی هستش یا که بگیم باکسری هستش. ABS ببینید انزه ABS لنگ کروز. فقط پیچای هواگیرش ببینید 10 تاست. فقط چیزش ECU شو ببینید سال 2000 انجکتور. انجکتور ساده میبینید درش گازمون چقدر ساده. مال خودمون هم بوده فروختیمش. الان اومدیم روشنش کردیم باتریش خراب شده. بعد باتریش هم تولیدش قطع شده. باتریش میبینید اینقدر نازکه که شارژ هم حالا میبینید که مثلا توی 2 ساعت شارژ نگرفته. خب باتری کلا خرابه. بعدیم یه باتری دیگه براش بذاریم که دیدیم به جاش تنگه، جاش کوچیکه. هم از نظر قدی کوچیکه، هم از نظر این خیلی گردن کلفتره. برای همین اومدیم چک کنیم بغلاشو بریدیم و زیرش هم بریدیم. بعد یه دونه قبلا بسته رو میومد که این بود بستش، اونم کندیم. یه بسته نو گذاشتیم و بغل جاشو عوض کردیم که این باتری رو ببندیمش که خب این آمپرش هم بیشتر از اون باید باشه. کنم اون 18 بودش این 20. بعد ارزم به حضورتون خیلی موتور خوبه، تر تمیزی نسبت به مدلش 2000. قسمت جلوشه چیزی که خیلی جالبه، من رفتم تو سایت BMW نگاه کردم، آخرین سرویسش سال قبل بوده، تقریبا 1 سال قبل. می‌بینید که 56000 تومان رفتم. سال قبل بوده سرویسش، پس هر سال موتور سرویس کرده، پس یعنی که هر سال سوار بوده تقریبا. حالا خب تایم کمتری سوار بوده ولی خب بالاخره سوار شده دیگه تو این 20 خورده سال. یک ذره روغن ریزی یک جاش نمی‌بینی. الان این روغن من الان عوض کردم، جای فیلتر روغن ریخته، فیلتر زیرش روغن بوده ولی کلا یک ذره روغن ریزی نداره، نه خودش نه گاردنش نه فلانش فلاب ملاپاشم که حتی یه خط و خش نداره. یعنی بازم خب نمیگم 57000 تا 56000 تا خیلی زیاده، ولی خب این نشون دهنده اینه که خب موتور BMW خب بازم خیلی خوب هست نسبت به بقیه مارکای دیگه. این رینگ ABS ش می‌بینید از دیسک کلاج یه دونه هایابوساست. در مورد انجینای باکسری تقریبا معمول هستش، موقعی که مثلا بلند مدت بخوابن یه دود آبی میکنن که اصلا کلا عادی هستش. اون باختنی که خب سبک انجین جوریه که مثلا اون گیت سوپاپ اگزوز قسمت پایین هر کاری کنی بالاخره توی بلند مدت نشتی پیدا میکنه، مخصوصا مدل پاییناش. در مورد استارت زنش هم حتما باید دکمه دزدگیر رو بزنید. باز که شد الان باز نشد، الان باز شد. بزنید اینا که دکمه استارتشون بالاست، اینجا خفه کنه اینجا هم خفه کنه، وسط استارت. سرویساش هم که روغن و فیلتر و روغن و گاردن و میبرم که جنراتورشه با چیزشه، اما رم جنراتورشه، تصمیم دینامش. ترایومف هستش 1200 cc. چیزی که خیلی واقعا ترسناکه کار کردن روی کاربراتی هستش که قبلا چند نفر روش کار کردن و هنوزم بد کار میکنن. شلوغی رو ببینید، اینجا یه دونه گیربکس، یه دونه انجین، یه دونه انجین اینجا اونجا، اصلا کلا همه جا پر کار.